از جانب ناظران راه با مقصد پیشگیری حادثه‌های صدمه‌ای راه و نقلیات و به نظام درآوردن حرکت پیاده‌گردان و واسطه‌های نقلیات پیوسته با خوری و عملیات‌های مقصدناک گذرانیده می‌شود. اما متأسفانه تنها دوام 3 ماه اول سال روان در حدود راه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت خرطوم وضعیت تا یک اندازه باعث نگرانی قرار دارد. مشکلات در آن است که بعضی از شهروندان دیده و دانسته با قاعده ویرانکنی‌های نهایت دغل راه می‌دهند و حالت حرکت واسطه‌های نقلیات را مرکب و خطرزا می‌سازند. مثال روشن همین است که سنه 27 مارس سال روان تقریبا ساعت‌های 20:15 دقیقه نابالغ خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه عبدالرحمن جامی جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان سال تولدش 2008 رحمانوف عبدالغنی ظفرجانویچ واسطه نقلیات تمغه تویوتا کارولا قید رقم دولتیش 0064 خز01 که به پدرش حسنوف ظفرجان تعلق دارد خودسرانه گرفته با دو رفیقش با سرعت بلند به راه میبراند. بنابر ندانستن قاعده های حرکت در راه و در عموم از حد زیاد بالا برداشتن سرعت حرکت نابالغ رحمانوف عبدالغنی ظفرجانویچ در حدود راههای دهه نوکر جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده در نتیجه به درختان کناره راه با سرعت نهایت بلند برمیخورد. در نتیجه همسنفانش سال تولدش 2008 ابراهیم فرهاد بختیارویچ به هلاکت رسیده و محمد علیف محمد شریفویچ سال تولدش 2008 جراحت برداشته عین حال در بیمارخانه بستری گردیده است. حالت راننده نابالغ نیز چندان خوب نیست. صاحب فرزند بودن خوب است اما نه همیشه والدین از داشتن فرزند شدند. این هم در حالی است که طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نه همیشه از جانب والدین اجرا می‌گردد. حالا آنکه فرزند عزیز و آدابش از آن عزیزتر گفتند. با چنین عمل ناجای نابالغ رشته عمری همسبقش کنده گردیده و در عموم وضعیت مرکب ارزیابی می شود. علاوه بر این طبق طلبات کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و تطبیق جزای مأموری نسبت به ویران کنندگان قاعده‌های حرکت در راه نابالغ حقوق ندارد که واسطه نقلیات را اداره کند که چنین پیامد ناخوش می آورد. اما هرچند بزرگسالان این عائله خجالت افتادند علاج واقعه پیش از وقوع گفتند. حسنوف ظفر ساکن ناحیه کوشانیان جماعت زرگر پدر نابالغ رحمانوف عبدالغنی میباشد. وقتی که من بعد از کار خانه میآیم کلید اتومبیل را در جیبم گذاشته بودم و پسرم از من نپرسیده پناهی کلید را گرفته با همراهی رفیقانش از در بیرون می شود و من خبر دادن که به بیمارخانه ولایتی بیا در اونجا پسرت رو آوردیم و من بعد در اونجا حاضر شدم. با سبب چنین عمل ناجای نابالغ رحمانوف عبدالغنی ظفرجانویچ طبیبان تلاش دارند سلامتی مسافر دیگر همسنفش محمد علیف محمد شریفویچ را هرچه زودتر برقرار سازند. محمد علیف محمد 2008 سال تولد دیروز 27 مارس سال 2024 ساعت 21:20 بعد صدمه نقلیاتی ما دسترس کرده شد با تشخیص شکست پرخه شده سیک مبینی استخوان قلفک از چپ بابی جوشوی. این بیمار بعد گذراندن داروهای بیدرد کننده گجی هشمونان توسط گجی هشمونان مستحکم کرده شد. پروگنوز این بیمار یعنی که نزد می شد خدا خواهد یک 10 روز بستری می شود و خانه جواب داده می شود. اکثر نفرانی که با سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری در راه با چنین صدمه‌های دهشتبار روبرو می‌شوند اظهار پشیمانی می‌کنند اما این گونه پشیمانی سودی ندارد که با جرم آنها چندین نفران به هلاکت رسیده و جراحت‌های وزنین برداشتند چرا که نابالغ در خانه واسطه نقلیات پدر را استفاده می‌برد و اعضایان عائله بی‌درکند. اگر تعلیم و تربیت درست می بود فرزند به اجازت پدر و مادر این گونه عمل نمی کرد. از این رو این رفتار فلاکتبار نابالغ نزد قانون جوابگری دارد. من رحمانوف عبدالغنی ظفرجانویچ کلید ماشین پدرم را از جیب از پنهانی گرفته
ҳамроҳи рафиқонам ба сайругашт баромадем. Бо суръати баланд ҳай карда аз уҳдаи мошинаи кунинда баромада ба дарахти туд мезанам ва ҳамин қадар воқеа дар хотирам аст. Ва бори аввал буд ки ман рӯйсаи нақлиёти падарамро ҳай кардам. Гуфтанӣ ҳастам ки шаҳодатномаи ронандагиро гиранд, баъд ба ҳай кардани воситаҳои нақлиёт оғоз кунанд. Ман аз кирдори кардаи худ пушаймонам ва ба тамоми ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки ин корро накунанд ва яъне мошинро беназорат ҳай накунанд, зеро ман ҳам ба садама дучор шудам ҳамроҳи рафиқонам. танҳо давоми 3 моҳи аввали соли равон дар ҳудуди роҳҳои вилояти Хартон тибқи иттилои кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хартон 54 ҳолати садамаи роҳу нақлиёт рух дода, аз ин шумора 30 нафар ба ҳалокат расидаву 62 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд ки бештари ҳолати садамаҳои мазкур бо сабаби суръати баланду риоя нашудани қоидаҳои сабқат рух доданд. Ин рақам ҳар як шаҳрвандро водор месозад ки зимни ҳаракат дар роҳ эҳтиёткор буда ба талаботи қоидаҳои бехатарӣ эътибори ҷиддӣ бояд дод.